بسیار تماشابینا برادران و خواهران روزه رو میپرسند. بله روزه هم یعنی که در همین 9 روز خوب است. روز نهم روز عرفه مخصوصا یعنی اجری عظیم دارد، 2 ساله گناه بخشیده میشه. لیکن این 8 روزش، در این 8 روز روزه داشتن بهتر از روزه داشتن از دیگر ماه ها، از دیگر روزها. چون عمومی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما در این باره که پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که تمام عمل ها در این دهه محبوب تر است به الله تعالی نسبت دیگر روزها. یعنی کسی روزه می‌دارد ثوابش عظیم‌تر است در این دهه. بعضی ها سوال دادن که ما هم 9 روز روزه داریم یا فقط روز نهمه؟ روز نهم دارید برای آنکه باید 2 ساله گناهتون بخشیده میشه. این قدر فضیلتی بزرگ عادت نیست. حتی کسی در سفر باشدم، حتی کمتون بیمار باشیدم داره برای آنکه قضایی ندارد. این 8 روزش یعنی اختیاری هست. اوشم اختیاری است، لیکن اون آدم عاقل باید از دست نده. این 8 روزه هم اگر داشتید خوب است. ثوابش عظیمتر است از دیگر پنجشنبه دوشنبه هایی که می‌دارید.